یک چیزی که میگه عبادت باشه پیسه گرفتن، خود امام ابو حنیفه، امام محمد و اینا حرام میدانن. مثلا حتی از امامتی، از مؤذنی، قرآن تعلیم دادن، کلش میگه حرام. این اگم تو میگه من حنفی هستم، خب اگه پورا پخته حنفی هستی خواهی مفت امامتی و قرآن که یاد میتی پیسه نگی. جایی که مذهب حنفی مخالف منافعش گپ دی و قبول نداره. ها اتؤمنون امو آیات قرآن میاد که تؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض. بعض مذهب قبول داری، بعض چنین. متأخرینش گفته که از امامتی و گپا جایز است، ولی از ختم قرآن که عبادت محض است، ختم قرآن که ثواب محض، تلاوت قرآن، قرائت قرآن، چی در ختم چی در فاتحه بیخی حرام ده اتفاق. ولی بازم میبینیم امی قاریای مذهبی که دعوای مذهب دارن، بازم مذهبی چیزا پیسه میگیرن. و دلیل حنفی یک دلیلش نمیست که ولا تشترو به تعلیم آیاتی ثمنا قلیلا، کل گیره با دایی داخل کنید. آیات های قرآن بازار جور نکنین. چی صفتی او بود؟ الله ما را نجات بده. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق، گرد ور نکنین حق را، بالباطل، به امرای باطل، و تکتموا الحق، پنهان نکنین حق را، و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانین که حق چیست. یک قباحت دیگه از یار بیان میکنه و نهی میکنه. حق با باطل گرد میکنه. حق توحید است، بالباطل به شرک و شرک و کفر یک جشن. مثل که حالا ببینی چی میگه؟ فرق در بین ما و کافران نیست، قوانین بین المللی است. یا میگن که جهانی شدن، حالا اقتصاد جهانی شده، سیاست دموکراسی شده، اقتصاد بازار شده، ما باید بپذیریم. میاردش آیات قرآن، در قرآن آمد، میبردش در یه حدیث آمد. آزادی بیان، کفرگوییست میگه در آزادی بیان نیست هر کس توهین کنه، حتی رسول الله صلی الله علیه و این چی میگه آزادی بیان در قرآن است. خصوصا این مولا طایفه که گمراه شوانی یا کسی که کمی میفهمه. و آزادی عقیده در قرآن، آزادی عقیده بر مسلمان کفر است و تبدیل دین است. و رسول الله میفرماید من بدل دینه و فقتلوه، دین خدا تبدیل کرد بکشش. این چی میگه؟ نه در قرآن است، لا اکراه فی الدین. آیت قرآن تحریف میکنه، زور در دین نیست. آزادی شخصی نیست، ما بنده هستیم، میگه نه است، آزادی اقتصادی است. این قسم حق با باطل گردورد کردن.